دنیای الان واقعا همه چیز اینترنتیه، تکنولوژیه، یوتیوبه. شما اگه پدر مادری داره میبینه این ویدیو رو، بدونه که از همون بچگیش، بچه دیگه تا جایی که رسید 8-9 سالش شد باید یه صفحه یوتیوب داشته باشه. و واسه خیلی میتونم بگم که اوکی این میشه کودک آزاری، یعنی بچه یه صفحه یوتیوب داشته باشه و ازش استفاده ابزاری بشه. بعد 10-12 دیگه صفحه یوتیوب رو بدن دست بچه. چون نمیفهمی باید گوشی بدی دست بچه خودش میتونه بفهمه که باید گوشی استفاده کنه. نه بچه بخواد برینه تو زندگیش با اون گوشی، باید برینه تو زندگیش تا بفهمه که بد بوده یا خوب. بد تو شاید خوبه اونه، خوبه اون شاید بد توه، مهم نیست. مثلا بچه‌ها باید موبایل داشته باشن، 100%. همه بچه‌ها باید موبایل داشته باشن. باید میدونی اونجوری که تو داری بهش میگی که موبایلو بذار کنار، من میخوام تو زندگی کنی، اون مدلی که تو میگی و اون مقاومتی که بچه نسبت به تو داره هیچ وقت برای جواب نمیده. این یه واقعیته. تو میخوای بچت به جای موبایل مثلا بره دوچرخه سواری کنه، این مثلا رویاییه دیگه. مادر پدر اینو نمیخوان که. مادر پدر اینو میخوان که تو بری توی گوشه اتاق تاریک بتمرگی، کتاب علوم تو باز کنی، حفظ کنی، بری معدل 20 بیاری پزشکی، من به همه بگم تو پزشکی. اونا اینو میخوان. نمیخواد تو شاد باشی، که نمیخواد بری کوه و دریا و طبیعت و مسافرت و عشق و حال کنی. شاد باشی تو. اون استایلی که میخوای بزنی، اینم راک فلانه، دارک استایله، اونجوری که اتاقت رو رنگی که خودت دوست داری بکنی. اون فکر میکنه تو اونی. اون فکر میکنه تو یه چیزی هستی که بهش چسبیدی. میدونی چی میگم؟ اون فکر میکنه تو مثلا یه خطایی میکنی، اون فکر کنه که وای باید اینو درستش کنم. اون نمیفهمه تو یه آدم دیگه‌ای، کلا یه آدم دیگه‌ای. تازه میتونی الان بری واسه یه قاره دیگه رو کشف کنی. مثلا تو میتونی کارهای عجیب، تو به عنوان یکی، تو یه فرد دیگه هستی، تو من نیستی. من چرا باید به تو بگم درس بخون؟ به یه ورم که درس بخون. من تو رو به دنیا آوردم، من دارم برای خودم زندگی میکنم، من تو رو به دنیا آوردم، نون و آب و غذا تو میدم، بقیه‌اش با خودت. به من چه تو بخوای برو نمیدونم برو رفتگر شدنم شغل شریفیه. یکی دوست داره، میدونی، یکی دوست داره. به من چه میدونی چی میگم؟ خیلی غمگینه. منم مثل شما هم دوستای عزیزم، منم این زخمای چیزو خوردم، خانواده رو خوردم، میخورم همچنان. مهم نیست واقعا. چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی غمگینه، ولی میخواستم بگم نه سعی کن خوب باشی و اینا. نه اگه قرار غمگین باشی، غمگین باش. 20 سالم قرار غمگین باشی، غمگین باش. ولی این وسط با این غمی که داری بازم میتونی بری بیرون یه کارایی بکنی. درسته؟ مدرسه میری، این ور اون ور میری. تو باید پولاتو جمع کنی. جدی بهت میگم، یعنی واقعا باید پولاتو جمع کنی و کاری که باید بکنی اینه که آرزوهات و رویاهات رو کاغذ بنویسی. رویاهات رو روی کاغذ بنویس. مهم نیست چقدر بزرگه. آقا من میخوام برم رو کره ماه خونه بسازم، بنویسش. مهم نیست. هر کی میگه نه ولش کن،